واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. چنگ بزنین به دین الله، به کتاب الله جمیعا همگیتان. ولا تفرقوا، متفرق نشین در دین و عقیده. واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء. یاد کنین نعمت الله را بالای شما وقتی که شما دشمنا بودین. صحابه را میگه قبل از اسلام شما دشمن بودین. فالف بین قلوبکم، الفت و محبت انداخت بین قلوبکم، در بین شما الله متعال محبت انداخت. فاصبحتم بنعمتی، پس صبح گردیدین شما به سبب نعمت الله اخوانا برادرا. و کنتم علی شفا حفرت من النار، بودین شما در یک کناره چقری آتش. فانقذکم منها، نجات داد خلاص کرد شما را از او. کذالک یبین الله لکم آیاته، همین قسم بیان میکن الله برای شما احکام خود را. لعلکم تهتدون، تا اینکه شما به هدایت شوین. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. شود از شما یک امتی که دعوت بتین به خیر، به اسلام، به قرآن. و یأمرون بالمعروف، امر بکنن به نیکی ها، به احکام اسلام. و ینهون عن المنکر، منع کنن از گناه و معاصی حرام ها. و اولئک هم المفلحون، اینا کامیاب هستند کسایی که اعمال میکنن. حالا قبلا توطیه اهل کتاب کافرها را بیان کرد، امر کرد که چنگ دین به کتاب الله. حالا الله ای را میگه که شما در دین و عقیده تان کتاب الله اختلاف نکنید. اختلاف در کتاب الله چطور میشه؟ که کتاب الله را میمونید دیگه کتاب ها را میخوانید، سنت صحیح رسول الله را میمانید. نه این دانه را چنگ بزنین، محکم بگیرین، دین نو جور نکنین، عقیده نو جور نکنین، بدعت در عقیده نکنین. اینجا هدف از تفرق در چیز نیست، در حساب قوم و در حساب تنظیم و اینطور نیست. هدف تفرق در عقیده است، تفرق در حلال و حرام است که حلال حرام بگوی، حرام حلال بگوی. عقیده اسلام بانی دیگه عقیده را قبول کنی. اینی را میگن تفرق نمی است. مثل که در حدیث بخاری میاد که لا یحل دم امرئ مسلم، حلال نیست ریختاندن خون یک شخص مسلمان الا به احدى ثلاث، مگر به یکی از سه کار. کدام است؟ میگه تارک لدینه المفارق للجماعه، کسی که دین ترک میکنه از جماعت مسلمانان جدا میشه. جدایی که دیگه عقیده، دیگه دین، یا یهودیت یا نصرانیت یا کمونیستی یا سیکولاریسم این را انتخاب میکنه، دین اسلام اعلام میده. اینجا هدف از تفرقی نیست که مذهب نشین. خب مذهب اگر که خوب نیست، اگر کسی یک مذهب انتخاب کنه دوره، این در اسلام نیست. 4 مذهب، 5 مذهب، 6 و 7 یا 2 نیست. ولی حالی که مسلمان ها به مذاهب تقسیم شدن، در زیر آیت که تفرق در عقیده است، در اون نمی عقیده شان یکی است، کلی عقیده توحید است. کسایی که واقعا در مذاهب اربعه باشه عقیده شان صحیح است. اون کسی که عقیده صحیح نیست، خدا منسوب به سوی یک مذهب میسازه، اون گناه خودش است و گپش جداست. اگر عقیده مذاهب اربعه کلش توحید است، کلش قرآن و سنت است. و کل اونا گفتن که حدیث صحیح عقیده ماست، مذهب ماست، قرآن وحیه، ما اطاعت از الله و رسول میکنیم. پس آنی دیگه کسایی که خدا مذهبی میگیرن در مذهب نیستن، خدا در یک چیز محکم میگیم، ما در اینی مذهب هستیم. اینا از پیش خود در بین مذهب دیگه جور کردن، دیگه مذهب جور کردن. پس واعتصموا، چنگ بزنین، تمسکوا بحبل الله. عبدالله بن مسعود حبل الله قرآن است، به دین الله. این را تشبیه داده الله به ریسمان، یعنی ریسمان محکمه که و یک نوکش پیش الله است. به اینکه چنگ بزنی، هیچ فتنه، هیچ گمراهی و کافر چیزی تو را دین بازگشتانده نمیتونه. به دین الله، به کتاب الله جمیعا، کلتان یک جایگی. اینطوره که بعضی قرآن و سنت قبول داره، بعضی ندارن. این کلگی یک قسم. ولا تفرقوا، متفرق و اختلاف نکنین در دین. کما اختلاف من قبلکم من الیهود و النصارى، مثل که یهود نصارا اختلاف کردن، یهود به خود دین جور کردن، نصارا دیگه دین جور کردن. این تو کار نکنین. دین توحید، عقیده توحید، اسلام به می کلتان پابند باشین. و بعضی جزئیات اختلافات که میان خیر است، یکم اختلافات جزئی فرعی
او در حدیث است. در رسول الله چند قسم نماز خوانده. نماز مثلا دست در اینجام گرفته، در اینجام در سرشانه، دست سر سینه و زیر سینه. روایت ها خویی هم است که دست الا و زیر ناف، ولی بعضی حدیثش ضعیف است. مثلا زیر ناف دست الا ضعیف، دیگه صحیح است. اینا اگر یک کسی به اساس دلیل مثلا فکر میکنه که هم حدیث است، اون گپ نیست، او اختلاف نیست. رسول الله هم سر سینه هم گرفته، زیر سینه، دست اینجا هم گرفته، اینجا هم، اینجا. این اختلاف نیست، زیر این سنت است و نه دلیلش وجود. این تنوع توصیه در دین است، توصیه که یک کسی به حرج نبیفته، این کنم گپی نداره. یا آمین میگی، آمین کلی قبول داره، بلند پایین. اون هر دوش روایت هست، ولی روایت صحیح است که بلند گفته شد. یک کس دیگه مگه میگه ما به این روایت فکر میکنم که صحیح است، عمل میکنه، نمیفهمه، او را ما چیز نمیگه. یعنی اینمی اختلافات فرعی، اختلافاتی که منبعش در اسلام است. این سبب از این نشه که با یک دیگر از یک جماعت، یک جامعه واحد نشین، از جامعه مسلمان ها جدا شوین که یک دیگر دشمنی کنین، کینه بگیرین، بغض کنین، عداوت کنین. این کار میکن. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنین نعمت الله را به بالای شما. الله میگه این یاد کنین چی است؟ یاد کنین یعنی عمل به کار است، به زبان یاد کردن به کار است. اون نعمت الله به بالای ازی چی بود؟ به بالای عرب. اذ کنتم اعداء، وقتی که شما دشمنا بودین. پیش از اسلام اینا دشمن بودن. حتی در روایات میاد که 80 سال 100 سال با دیگر جنگیده بودن. اوس و خزرج 100 سال با دیگر جنگیده بودن، دشمن بودین. دو قبیله کلان در مدینه بود، اوس و خزرج می زدن. و قبایلی که در مکه بود اونا هم دشمن بودن، ولی که در اسلام که داخل میشد دیگه. خب اینمی دشمنی را کی تبدیل کرد به محبت؟ الله می فرماید که فالفه، الله محبت انداخت، الفت انداخت بین قلوبکم، در بین قلوبتان. به سبب چی؟ بالاسلامی، با اسلام و شما را جمع کرد به یک عقیده. محبت الله می پرته. در سوره انفال الله میگه که والذی الف بین قلوب المؤمنین، خاص الله ذاتی است که محبت در بین قلوب مؤمنین ایجاد کرد. باز می فرماید لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تو مصرف میکنی تمام آنچه که در زمین است، طلا و نقره و پیسه، ما الفت بین قلوبهم، محبت در بین مؤمنین ایجاد کردن نمیتونستی. ولکن الله الف بینهم، لیکن الله محبت ایجاد کرد. انه عزیز، الله غالب است. ما که دعا میکنیم اللهم الف بین قلوب المؤمنین، یا الله محبت ایجاد کن در بین قلوب مؤمنین. این با پیسه نمیشه. یا که پیسه یکی جمع شدن کلش به خاطر دنیاست. هر وقت قدرت خلاص، پیسه خلاص، دشمن میشه. ولی محبت ایمانی بسیار قوی است. امیال ما شما را اینجا محبت ایمان جمع کردم. اگه این نمی بود به اساس پیسه این نمیشه. بسیار پیسه مردم میتا. با هر جا که دید پیسه زیاد است هموجا میره. دید که پیسهش خلاص شد ایلاش میتا. و این دوستی هایی که پیسه یکی پولکی باشد، این دمی دنیا خلاص است. دمی دنیا هم پس دشمنی میشه. شما هم عذاب سیاسی را میبینین، نه؟ یک گروپ هم میبینین که یک گروپ یک جبهه متحد ملی جور کرد. حالا بیبی که علاقت کرد دیگر رفت، بیبی علاقت کرد دیگر رفت. چقدر تغییرات میاد. کلش قدرت پیسه است. باز الله تو دوستی که به اساس دنیا و پول و پیسه باشد، ارتباطی که به اساس پول و پیسه باشد، می فرماید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوستا در روز قیامت بعضش با بعض دیگرش دشمن میشه. الا المتقین، مگر کسایی که دوستیش به اساس تقوا و ایمان باشه. اینمی دوستایی که به اساس ایمان است، یا در روز قیامت هم دوست می باشه، در نعمت ها می باشه. به اساس دنیا که بود توجه دشمن میشه. شما دشمنا بودین. دشمنا چی؟ کافر بودین پیش از اسلام. الله محبت ایجاد کرد با ایمان. ایمان که آوردین و کتاب الله چنگ زدین، یک دیگر را دوست داریم. واقعا کمیال ما و شما یک دیگر را بعد دوست داریم که از جان خود تیر میشیم. از جان خود تیر میشیم به خاطر یک برادر خود. اما به خاطر برادر نسبی کار نمیکنیم. دمی چند امتحاناتی که آمد همون تو کردیم ما الحمدلله. از جان ما تیر شدیم، میفهمیدیم این جگه میریم کشته میشیم. خیره. از جان تیر، از مال تیر، از اولاد، همه خودت کشته شوی کل چیزت میمانه.
ولی به خاطر الله جمع شدیم، از یک دیگه خود نصرت کردیم. همین تو باید باشیم. خب و کنتم علی شفا حفرة من النار، و کنتم بودین شما علی شفا حفرة، به کناری چقری آتش، مشرفین علی الوقوع، نزدیک بودین که در آتش بیفتین. شفا چی را میگه؟ چقری آتش را میگه. حفرت چقری، شفا کناری چقری. مثل که اینجا چقری جای نفر کافر که است در بینش آتش است، 4 گرد میگرده، 4 گرد چقری آتش. هر کافر میتونه، مرگش آمد میفته در آتش. حالا مرگش آمد میفته. شما نزدیک بودین که در آتش بیفتین. فانقذکم منها، انقاذ چی را میگه؟ خلاص کرد. یک کسی افتیده باشه کشش میکنی، یک کسی که افتیده باشه کشش میکنی، این را انقاذ میگه. فانقذکم، الله شما را کش کرد. مثل که یک کسی در چاه افتیده نه کشش میکنی، این را انقاذ میگه. الله میگه شما در این چقری آتش، چای آتشی کافر بودین، افتیدگی بودین، کلایتان تاب، من کشتان کردم. فانقذ، خلاصتان کرد الله کم شما را از آتش خلاص کرد. بچی؟ بالاسلام، بعقیده اسلام، بعقیده توحید. این بزرگترین نعمت الله است. خب الحمدلله، رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه وسلم نبیه. این نعمت ما شما هیچ پورا کردن نمیده. الله با ما شما در این فتنه و عقیده صحیح را نصیب ما کرد. این بزرگترین نعمت. بسیار سخت است تو عقیده پاک و صاف قرآن سنه. در این وقت چقدر گروپ است، مسلمان ها به هزاران گروپ شده است، هزاران عقاید سیکو، عذاب سیکو، افکار است، چیزایی میگن که در بینشان بری چیزایی میگن، چه افکار داره، چه اعمال داره. صحابه را الله نجات داد از فتنه کفر شرک، ما شما را هم الله نجات داد. همیشه باید سپاسگزاری تا نماز بخوانیم الحمدلله به نعمت اسلام، به نعمت قرآن. شفا، اینا لیگام تا که مریض شود چی میگن؟ شفا باشه. شفا چی معنی؟ آتش جهنم برات باشه. خب مرا بدوا شفا باشه، شفا باشه نه شفا آتش هم میگن، چقری آتش هم میگن. این دعای بد است. با او چی میگه؟ آمین، یعنی که مرا الله دمی آتش پرته. شفا باشه. شفا کسی که میگه شفاخانه میرم، شفاخانه غلطه. شفاخانه، شفا. و ننزل من القرآن ما هو شفاء، ما از قرآن نازل کردیم آیاتی را که شفا است، علاج است. و رحمت للمؤمنین یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما، شفا چقری آتش هم میگه. یکم تا فکر من مریشم میگه شفا باشه، بسیار جانم میترسم. شفا آتش هم میگه، چقری آتش میگه استغفر الله، مرا در جهنم روان نکن. چطور میگه؟ نفهمیدی. شفا باشه. فانقذکم، خلاص کرد الله متعال شما را من هذا آتش. بچی؟ به نعمت اسلام خلاصتان کرد. پیشتر گفت فاصبحتم بنعمت اخوانا، گردیدین شما به نعمت الله اخوان، برادر شدین با یک دیگر. نعمت چی بود؟ اسلام بود. و با کناری آتش بودین، خلاصتان کرد. کذالک یبین الله لکم آیاتی، همین قسم وضاحت میته الله برای شما احکام خود را، احکام دستورات خود را، لعلکم تهتدون، تا اینکه شما به هدایت شوین، سعادت دنیا و آخرت نصیبتان شود، شما این سعادت حاصل کنین. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف. ولتکن منکم، شود باید از شما، ولتکن امر است، خب باید موجود شود. منکم از شما مؤمنین، امة یک امتی، یدعون الی الخیر که دعوت بتن به خیر. بعضی هم میگه که من تبعیضی است. خب ولتکن باید موجود شود، منکم از شما مؤمنین، امة یک طایفه. منکم میگه من بر تبعیض است، بعض شما یک امتی شود که یدعون که دعوت بتن الی الخیر، به طرف الله، دین الله، کتاب الله. سکن اینجا دین الله را خیر گفته شده، قرآن خیر گفته شده، به خیر دعوت بتن. کل اسلام خیر است الحمدلله.
و یأمرون بالمعروف، امر بکنن به معروف، دعوتی تربتن. خب اینجا باز میگن که یک جماعتی که امر بالمعروف نهی عن المنکر دعوت بده فرض است که در بین مؤمنین باید باشه. ولی بعض دیگران میگن نه، من بیانیه است، ولتکن موجود شما منکم، شما مؤمنین شوین، امتون، کلتان یک امتی باشین، یدعونه، صفتتانی باشد، ای تو امتی، ای تو یک اجتماعی، ای تو یک جامعه، یدعونه الی الخیر، که دعوت بدن به خیر. یعنی هر مؤمن باید داعی باشد، هر مؤمن دعوتگر باشد، به اسلام دعوت بده. هر مؤمن انسان ساز باشد، دیگر ساز باشد، خودسازی، خدا بسازه و اصلاح تربیه کند و دیگرها را. هر مؤمن، یعنی هر کسی که ایمان داره، مسلمان است، باید دیگر اصلاح کنه. این تو نمیشه که خودم جور هستم خلاص مرا چی، موسی به دین خود، عیسی به دین خود. این کلمه جاهلانه است. تو در قبر من میری، من در قبر توی، کلمه جاهلانه است. این کلمه بیدینی است. تو را چی به من، مرا چی به تو. این گپا بسیار فرض است. از این میجا فهمیده میشه که فرض است که هر مؤمن چی باشه، دعوتگر باشه. خصوصا در این وقت فرض است که هر مؤمن باشه. و در صورتی که باز مؤمنین قوی باشن، حکومت قوی داشته باشن، اسلام تطبیق کنن، باز میشه که یک جماعتی کار کنن. حال خو نیست، نه؟ حال مؤمنین ضعیفن، فساد موج میزنه. هر مسلمان باید چی کنه؟ داعی باشد، دعوت کننده به دین الله. و دعوت چطور میشه که دین الله را اول یاد بگیره، نه؟ تا که علم نباشه خود دعوت داده نمیتونه. علم فرض است تا که دعوت. اینا زمان انسان داعی و مبلغ میشد که اسلام برسانه که خودش علم پیدا کنه. پس چقدر ضرور است که ما علم یاد بگیریم، قرآن یاد بگیریم. و یأمرون بالمعروف، امر بکنن، تشویق بکنن همه انسانیت بالمعروف، به هر نیکی، بالمعروف، آنچه که زیباییش در قرآن و سنت ثابت باشه. در رأس نیکی عقیده توحید است. با عقیده توحید که اقدار عبادت و بندگی فقط یک ذات است که الله است، رحمان است، بسیار نام ها داره. و دیگه نظام توحید، فرایض، واجبات، به هر فرض دعوت بده. حتی رسول الله صلی میگه اولادایتان دعوت بده، فرزندایتان امر کنین به 7 سالگی که نماز 7 ساله شد، 10 سالگی بزنشان، سو وقت بخیزانش. سو وقت در نماز نمیخیزان اطفال خدا. میگه قدش پخش میشه و چی میشه و چطور میشه. ای تو مردم های آتش داخلش میکنی. خیر از قدش پخش باشه جنت بره. چی میکنی؟ قد بلنده، نه؟ یک گپای میزنه. فکر میکنه اگه نماز صبح خواند قد پخش میشه، نه؟ روزه رمضان گرفت قدش پخش میشه، میسوزه. اگر روزه نگرفت نماز نخواند قد بلند میشه. تو گپای میزنه، میسوزه. یک خوشه بچه است، جاهل بدبخت، گپای میزنه، نه؟ سو وقت بخیزانش به جماعت. 10 ساله، 12 ساله، 14 شد، 13 شد، ایزاره دیدی کلان شده. شوقی ستا میگه من روزه میگیرم، پدر مادرش نمیمانه. نگیری روزه، میسوزی. این گپای. و یامرون بالمعروف، امر بکنن به فرایض، فرایض عقیده صحیح، اعمال صحیح، کل فرایض واجبات. و ینهون عن المنکر، منع کنن از گناه ها. نهی عن المنکر، گناه چرا میاد؟ در اصل عقیده کفری و شرکی است. کفر شرک عقاید افکار غیر اسلامی مردم مانع شد. و باز هر گناه از هر حرام، هر گناه و عصیان مانع شوی. یا کسی را که دیدی چه قسم مانع شوی؟ کیفیتش بعد رسول الله صلی الله علیه و گفته من را منکم منکرا فلیغیره بیده. هر کسی از شما گناه را دید باید او را چی کنه؟ با دست خود تغییر بده. وقتی که میتونی با دست تغییر بده. فإن لم يستطع، اگر به زبان نمیتونستی، به دست نمیتونستی، فبلسانی، به زبان. به زبان بگو که گناه است. حتی عبدالله بن عباس میگه اگر انسان بسیار ضعیف شود، یک گناهگار را دید، اما بگوی که یا الله این گناه است. او را نگوی که گناه نکو، به خاطر که میترسه میزنیش، اما بگوی که این گناه است. این بگوی. گناه را که دید برای حال مردم گناه را میبینه، مردم چرز زده رئیس قمار، این میشینه در پالیش. اجازه خواه هست چی میگه؟ نوش جان زک. این هم گپ چرسی هست، نه؟ و چرز زده رئیس، این نوش جان برش میگه. برو چرز بیار، میاره بابام که چرس میکشه برای سلام میتنه، سلام یا سیگرت نمیگیره،
تشکر میگه. نمیگه بگو حرام است، صدای تو بالا کن، مخدرات است، پودری، سیگرت و این خود مخدرات است، چی پودر باشه چی چرس باشه کلش مخدرات است. و اگر به زبان نمیشد باز قلبا نفرت داشته باشی با گناهگار. من این دفعه براتون گفتم که در مجلس بودیم، یک آدم کلان آمد، عروسی بود، مچم چی بود، جنرال آمد، چند نفر کتش شد. ما گپ میزدیم، مجلس هم کلان بود در خانه. این دیگه گپ قطع میکنه یا متکبر هستن بعضشان. گفت که سیگرت کشید، گفت اگه اجازه باشه، گفتم اجازه نیست. که میگفت اجازه باشه، گفتم نیست اجازه. چطور؟ گفت ای تو حیران ما دامرش گپ نشینده بود. گفتم برات میگم که اجازه نیست. گفتم من یکی خو حرام است، گفتم به این خاطر و من حق اجازه دادن ندارم، چیز حرامه. دیگه ای که گفتم من بسیار اینجا اعصاب خراب میشه، دلبد میشه. اگه سیگرت زدی خلاص دلبد میشه، اینجا وزن خراب میشه. آدم سیگرت در دستش مانده، ایران چی گپ کن، زدش دمو قار کرد برام. گفتم برو قار کرد، والله این دی مجلس نشانه. صاحب خانه آمد، گفت چی گپ شد؟ گفتم قار شده. میگه زود نانو ناوردی برآمد. و از پشتش دویده رفت. و از پشتش دویده رفت که جنرال سد گفت نه اینجا کی را آوردی؟ گفتم بابا هیچ استاد نشد، در موتر شش رفت. گفتم خوب شد که رفتی. یعنی طور کنین خود گناه را نکن. گناه میکنم و میگم که خیر است. هیچ وقت گناه نفرت انزجارت نشان بدی. هر گناه و گناهگار دیدی. اگر گناهگار نگفتی که گناه، فکر میکنه که گناه نیست. نه و اولئک هم المفلحون، اینمی کسا خاص اینا کامیاب هستن. یعنی فلاح، کامیابی، نجات از آتش که چی باشن؟ به کتاب الله چنگ زدن، به اسلام تا مرگ پابند بودن، محبتتان به خاطر ایمان باشه، دعوت بتی، اینیش از کامیابی. نه حال نه نماز نه اسلام، هیچ چیز نیست. میگم من جنتی هستم. نه الله حیران میمانی. در کجا الله گفته جرم جنایت کرده برو من تو را جنت میبرم؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ولا تكونوا نشوین ای مؤمنین كالذين تفرقوا، مثل کسایی که متفرق شدن در دین و اختلاف کردن من بعد ما جاءهم البینات، بعد از که آمد برشان دلایل واضح و روشن. و اولئک لهم عذاب عظیم، اینی کسات برایشان عذاب بزرگ است. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، روز قیامت تبیض سفید می شود وجوه، بعضی از رویها، بعضی از انسانها، و تسود سیاه می باشد بعضی از رویها، بعضی روی دیگه انسانها سیاه می شود. فاما الذین اسودت وجوههم، هرچی کسایی که سیاه می شود رویشان، اکفرتم بعد ایمانکم، گفته می شود از برای از اینا آیا کفر کردین شما بعد از ایمانتان؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بچشین عذاب بسبب از کفر کردین. و اما الذین ابیضت وجوههم، هرچی کسایی که سفید است رویشان، ففی رحمت الله، اینا در رحمت و نعمت الله جنت، هم فیها خالدون، همیشه می باشن اینا در جنت. تلك آیات الله نتلوها علیک بالحق وما الله یرید ظلما للعالمین، اینمی احکام الله است بیان میکنی میره به تو پیامبر، بالحق براستی، باطل نیست. وما الله یرید، نیست الله اراده کننده ظلم للعالمین، از برای مخلوقات خود الله اراده ظلم هم نمیکنه ولی ظالم جزا میده. در اینجا الله در آیت قبلی گفت واعتصموا بحبل الله جميعا، عطف بود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اعتصموا بحبل الله، چنگ بزنین به کتاب الله، دین الله جميعا، کلتا به یک بارگی. ولا تفرقوا، متفرق نشین در عقیده و دین. حالا چی می فرماید؟ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، نشوین مثل کسایی که متفرق شدن در دین. متفرق چی معنا؟ دیگه دین برای خود جور کردن. و کی بودن؟ یهود و نصارا. اختلاف کردن، تابعداری خواهشات خدا نکردن.
یهودیت دینشان اسلام بود، یهود از پیش خود دین جور کرد نامش یهودیت ماند. نصارا بر خود نصرانیت جور کرد. یکیش دیگه خود تکفیر هم میکردن، ما و شما خواندیم و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. اینطور نشه. دین نو، عقیده نو، اعمال نو ایجاد نکنین که خطرناک است. و می خاطر رسول الله از بدعت ترساندگی است. ایاکم و محدثات الامور، خبردار از چیزای نو در دین که در قرآن ثابت نیست، پیامبر بیان نکرده، صحابه انجام نداده، صحابه نگفته، از پیش خود کدام چیز دیگر دین جور نکنین، نه عبادت، نه عقیده را، نه ذکر، نه عمل. یعنی مثل یهود نصارا اختراق اینجا افتراق در عقیده است، کافر شدن. و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، دلایل واضح آمده بود اختلاف کردن. و اولئک لهم عذاب عظیم، از برای زینا عذاب بزرگ است، عذاب سخت در روز قیامت است. چرا؟ به خاطر که دین توته کردن. در کدام روز؟ یوم، در روز قیامت تبیض وجوه، بعض رویها سفید است به سبب ایمان و اطاعت، و تسود وجوه کافرها سیاه. کافر کس روش سیاه، چشمای سوس، بسیار چهره خطرناک داره در روز قیامت، معلوم میشه. اونجا که سعی کنی میفهمینی کافر است، یعنی مؤمنین است. حتی رسول الله میگه مؤمنین به سبب وضوئی که 5 وقت وضو میکنه، همین اندامایشون روشنی میتن، دستایشان، رویشان، پاهایشان روشنی میتن و رویشان سفید است تو زیباست. کافر رویش سیاه خطرناک. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، فاما الذین اسودت وجوههم، کسایی که رویشان سیاه بود برشان گفته می شود. حال احوال از اینا را حالات دو جماعت بیان میکنه. به سبیل توبیخ یعنی ملامتی برشان گفته میشه. اکفرتم بعد ایمانکم، یعنی بعد از ایمان که براتان دلایل بیان شده بود کافر شدین. یهودی اول به کتاب خود ایمان داشتن، رسول الله که آمد کفر کرد. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، به چشین عذاب به سبب از کفر کردین. از این فهمیده میشه کسی مرتد شوه همین جزایش است. ایمان داشتی بعد مرتد کافر شدی، اولش یهود بود بعد دیگر است، عذاب به سبب کفران بچشی، کفر کردین. الله نجات بده بسیار مسلمانا در این وقت. و اما الذین ابیضت وجوههم، هرچه کسایی که سفید است رویشان روشنی میته، نیکبختا هستند به سبب اعمال صالحشان. ففی رحمت الله، اینا در رحمت الله است، در جنتای همیشگی است. هم فیها خالدون، همیشه می باشند، هیچ بیرون نمیشن. تلک آیات الله نتلو علیک بالحق، اینمی آیاتی که بیان شد، الله میگه احکام الله است، بیان میکنیم ما با تو، ایرا متلبس به حق، دهی حق است، باطل نیست. و ما الله یرید ظلما للعالمین، نیست الله که ظلم بکند هیچ کسی را، لیکن خود مردم به نفس خود با بالای وجود خود ظلم میکنند. الله هیچ ظلم، اراده ظلم هم نمیکنه. ما شما خواندیم که الله به عدل استوار است. شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. الله به عدل استوار است. و ما الله یرید ظلما للعالمین، هیچ اراده ظلم هم نمیکنه. الحمدلله. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور، خاص در اختیار الله است آنچه که در آسمان و زمین است. یعنی تمام چیزایی که در آسمان و زمین است همه در ملکیت الله، همه بندایش، همه مخلوقش است. هر قسم عمل الله بکند میتونه. در وجود ما و شما چی تصرف کنه؟ مریض ما کند، مرگ بیارد، خوشحال ما کنه، غمگین بسازد، میتونه. الله میتونه. در روی زمین زلزله را برپا کنه، طوفان را برپا کنه، خوشحالی را بیارد، ژاله را بیارد، میتونه الله. کلش اختیار بید. ما و شما را خانم زن میتونه، اولاد میتونه، این به اختیار الله. اولاده که بر ما داد پس میگیره از پیش ما، میمانه، کلش اینی. پس مرض، خوشحالی، غم، مصیبت، اولاد همه جانب کی است؟ الله. اختیارات در کائنات کی داره؟ الله. مخلوق هیچ اختیار نداره، نه مرده داره، نه بت داره، نه قبر، نه انبیا، نه اولیا. هیچ کسی در کائنات اختیاری که در یک زندگی یک انسان خوشحالی و غم بیاره نمیتونه. اینی بسیار. این اثبات عقیده توحید در تصرف است. متصرف، عمل کننده در زندگی انسان ها و در کائنات الله. شب میاره، روزه، یکم دفعه این ابری باشد، یک ماه ابریش میکنه، هیچ آفتاب نمیه. کار الله. مخلوقی کار کده میتونه؟ نه.
و ما الله یرید و الی الله ترجع الامور. خاص به طرف الله بازگردانیده میشه کارها. حاکم متصرف در دنیا و آخرت الله. همه کارها به الله پیش میشه. مشکل داری به الله پیش کن. هر چیزی که داری اعمالت به الله پیش میشه. خوب و بد به الله پیش میشه. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون. کنتم هستین شما ای مؤمنین خیر امت بهترین امت ها اخرجت للناس بیرون کرده شدین از برای انسان ها که منفعتتان برای کل انسانیت برسد. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر امر میکنین تشویق میکنین به نیکی ها مردم را و تنهون عن المنکر منع میکنین از گناه ها و تؤمنون بالله ایمان میارین به وحدانیت الله. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر لهم اگر ایمان می آورد اهل کتاب یهود نصارا لکان میشد ایمانشان خیر لهم بخیرشان. منهم المؤمنون بعض از ایمان میارن و اکثرهم الفاسقون زیاد از اینا فاسق و کافر بیدین هستند. لا یضرکم الا اذى هرگز ضرر رسانده نمیتونه به شما مگر یک تکلیف ظاهری. و یقاتلوکم اگر پشت بجنگن با شما یولوکم الادبار پشت میگردانن بر شما میگردانن پشتای خودان را میگریزن. ثم لا ینصرون با نصرت و مدد اینا نمیشه. واقعا کمی آیت ها 1400 سال پیش گفته عالمی طور است. عالم بیخی ما و شما میبینیم. اگر شما اخبار دنیا را ببینید کنتم خیر امتن. الله متعال در اینجا را بیان میکند که این امت همین امت رسول الله صلی الله علیه و که اولش صحابه است بهترین امت است. کل امتهای دیگه که مومن تیر شدن از نگاه اعمال صالح درجه مرتبه بهترینش کی است؟ این امت. و کذالک جعلناکم امتا وسطا. الله میگه ما شما را گردانیدیم امت عادل مختار بهترین. در آیت قبلی قبلا تیر شد نه سورت بقره. اینجا میگه خیر امت بهترین امت است. ولی شرطش چیست؟ اخرجت للناس. شما امت محمد بهترین هستین. چرا؟ اخرجت للناس بیرون شدین برای کل انسانیت. یعنی وظیفه شما ای است که برای کل مردم باید منفعتتان برسد. لانکم انفع الناس للناس. زیرا شما پر منفعت ترین انسان هستین. شما منفعتتان برای کل دنیا میرسه. باید کل دنیا را شما دعوت بتین. به می خاطر اخرجت للناس با مصلحت مردم شما بیرون شدین. امام بخاری از ابو هریره روایت میکنه کنتم خیر امتن می خیر الناس تأتون بهم فی السلاسل فی اعناقهم حتی یدخلوا فی الاسلام. بهترین که انسان ها کسایی است که شما میین اونا در زنجیره هستن در گردنایشان تا اینکه داخل میشوند در اسلام. یعنی شما مردم به اسلام دعوت میدید. منفعتتان برای کل انسانیت است. رسول الله صلی الله علیه و آخرین نبی بود. ختم شد رفت دیگه پیامبر نمیاد. وظیفه نبوت رسالت به کی داده شده؟ به این امت داده شده. زمانی که هر مسلمان اسلام یاد میگیره دیگران را دعوت میده این مثل درجهش مثل درجه نبی است پیامبر. زیرا کار نبی را کار رسول الله صلی الله علیه و کار پیامبر انجام میده. اینا لازم چی فهم؟ باید ما و شما دعوتگر شیم. باید ما و شما مبلغ باشیم اسلام را برسانیم. به اندازه اسلام یاد کنیم که دیگران را دعوت بدیم. حالا خب مسلمان ها خودش نمیفهمن. خدا نجات داده نمیتونن. این زندگی عمر یک چند وقت است. کوشش کنین خب شب و روز کار کنین اسلام تا که زنده هستین قرآن بخوانین سنت دعوت بدین. خب بیرون شدین برای کل انسانیت. وظیفه تان چیست؟ حال دلیل خیریت تان چیست؟ چرا شما بهتر هستین؟ حال الله سبب بیان میکنه تأمرون بالمعروف. به خاطر که امر میکنین شما به معروف به احکام الله به قرآن امر میکنین به سنت امر میکنین به دستورات الله به نیکی هایی که در اسلام است. از عبدالله بن عمر روایت شده که عمر رضی الله عنه عبدالله بن عمر خلیفه دوم مسلمانان من سره کسی را میگه میخواد خوشحال بسازد ای یکون من هذه الامه این که از این امت شود بهترین شود فلیؤدی شرط الله فیها باید شرط الله را اینجا پورا کنه. شرط الله چیست؟ که دعوت بده. ابن کثیر روایت آورده است باید دیگران را چی کنه؟ دعوت بده.
ولتکن منکم امة یدعون، امی امتی که یدعون الی الخیر شود، یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر شود، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر شود. این از این امت شود. اگر میخواین بهترین شوین باید این نال علم میخواهد وقت با وقت اسلام یاد بگیرین، بین پابند وقت بتین و دیگران را دعوت بتین. در دکان هستی، در دفتر، هر جایی که هستی، باز اینجا بهتر میشی. و تنهون عن المنکر، منع میکنین مردم از گناه ها. و تؤمنون بالله، ایمان میارین به الله. یعنی الله ایمان بعد ذکر کرده، یعنی شما باید که اول باید دعوت بتین. اگر که ایمان دارین، ایمان میارین، یعنی دعوت بسیار مهم است. حالا اگر بگویی که اینجا گناه چی میگه؟ من خب ملا نیستم، بی عقل جاهل. ولی امر بالمعروف نهی عن المنکر این وظیفه ملا نیست، این وظیفه عالم نیست، هر مسلمانی مسئولیتش. رسول الله چی میگه؟ من رأى منکم منکرا، هر یک از شما مسلمانا گناه را دید فلیغیره بیده. نگفته که عالمتان، مولویتان، لنگی سفیدتان، گفته قاری صاحبتان، هر یکی از شما، مرد است زن است، وظیفه‌ش نمیست که گناه را دید به دست تغییر بده، نمیتونه به زبان ردش کنه گناه را. زن است، مرد است، دختر است، پیچه سفید است، ری سفید است، موی سفید است، هر کی که، یا محاسن سفید است، هر کی که. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر لهم، حال دعوت میته الله کافرای اهل کتاب، اگر ایمان بیارن با آنچه که نازل شده به تای پیامبر اهل کتاب، یهود نصارا، لکان میشد ایمان از اینا خیر لهم، خیر برشان در دنیا و آخرت. در دنیا هم خوشبخت، در آخرت از آتش نجات میافد. ولی کافرها اهل کتاب چیز منهم المؤمنین، بعضی کمشان ایمان میارن. یک جماعت کم مثل نجاشی پادشاه در پادشاه حبشه ایمان آورد، عبدالله ابن سلام ایمان آورد. و اکثرهم الفاسقون، اکثرش فاسق است، از اطاعت الله بیرون است. لا یضرکم الا اذی، آره در اینجا الله تسلی میته به مؤمنین، هرگز این یهودیا به شما ضرر رسانده نمیتونن، الا اذی، مگر یک ضرر بسیار کم، فقط به زبان خودان ضرر میرسانند. این دشمنای اسلام همیشه به زبان ضرر میرسانند. دو وقت یهودیا در مدینه زندگی میکردن با عهد و پیمان، اما زبان گپای بد میزدن. الله میگه جنگ کردن نمیتونن. و یقاتلوکم، اگر بالفرض جنگ بکنن، یولوکم الادبار، میگردانن اینا پشت، یعنی شکست میخورن، هیچ چیزی را حاصل نمیکنن. ثم لا ینصرون، بعد مدد از اینا نمیشه. پس در اینجا بشارت میته الله که یهود محزوم از شکست خورده است، نصرانی های کافرها شکست خورده است. حالا ما شما میبینیم، حالا این کافرها ما شما را یکی که دیگه جنگان در رای، خودش هیچ در جنگ، در جنگی که رفته فرار کرده، شما میبینیم. حتی در سورت احزاب میگه لا یقاتلونکم الا من وراء جدر، جنگ نمیکنن مگر از پشت دیوالا، پشت قلعه. بس وقتی که مسلمان ها را میبینه تو هیبت در دلش هست، استاد نمیشه. ولی مسلمان ها را یک شکندگیش می جنگان به نام اینان، خودشان در میدان جنگ حاضر شده نمیتونن. این بیدینا که مومنی که ایمان داشته باشه قطوبه، مومنی که با قرآن پابند باشه، با سنت رسول الله عقیدهش باشه، هیچ در میدان کافر حاضر شده نمیتونه. اگر شود شکست میخورن. همیال ما شما میبینیم مسلمان ها را یک شدکلی دیگه زده رئیس. ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس و باءوا بغضب من الله و ضربت علیهم المسکنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بآیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذلك بما عصوا و كانوا یعتدون. ضربت زده شده علیهم به بالای زمین یهود نصارا الذلة، ذلت و رسوایی و خواری، اینما ثقفوا، هر جای که اینا پیدا میشوند، الا بحبل من الله، مگر اینکه چنگ بزنن بر اسپان الله، به کتاب الله، و حبل من الناس، و بدین مردم، و باءوا بغضب من الله، و گرفتار شدن، بازگشت کردن به غضب از جانب الله. و ضربت زده شده و چسبانده شده علیهم به بالای المسکنت و مسکنت و ذلت و خواری، فقر، ذالک بانهم كانوا یکفرون بآیات الله، یہ عذاب بسبب از که نابودن همیشه کفر میکنن با آیات الله، و یقتلون الانبیاء بغیر حق، میکشتن انبیاء را بنا حق، ذالک بما عصوا و كانوا یعتدون، یہ عذاب بسبب از که نافرمانی و گناه میکردن، و كانوا یعتدون، همیشه تجاوز میکردن.
در اینجا الله دیگه بشارت میده به مؤمنین. این کافرها الله میگه ضربت، ضرب چرا میگه؟ مثل که مو پیسه را روپا و پنجی را سکه میزنی نه؟ نقش میمانه، هیچ از او دور نمیشه. ضرب میره میگه همین روپگی و دوی و پنجی را که میزنیم نه؟ زراب خانه امو ماشینی که پیسه را چاپ میکرد، جور میکرد. سابق پیسه همو طلا و نقره بود که میزدن و نه و پیسه بود، پول اصلی همو هست بود، آل کاغذ عوض از او شده و امو را ضرب میکنن، در ماشین میزنن، نقشه ها میبرن. زراب خانه میگن. ضربت یعنی زاده شده به بالای از اینا، التزام لازم شدگیست، چسبیدگیست با بالای از اینا. الذلت و ذلت، خواری، اینما سقفو، هر جایی که پیدا میشن احاطه میشن، اگر در خانه هستن، اگر در هر جایی که هست. چه معنا؟ الله حکم کرد که یهود نصارا هر جایی که هست حق زندگی را ندارن الا بحبل من الله، مگر اینکه چنگ بزنن به دین الله، مؤمن شون، یا حبل من الله که به ذمت الله و ذمت المسلمین، یعنی اهل ذمه شون، با عهد و پیمان زندگی کنن. عهد و پیمان چه؟ که جزیه بپردازن، مالیات بتن، حاکمیت مسلمانان را، حکومتش را قبول کنن، حکومت اسلامی را قبول کنن، دولت اسلامی را قبول کنن. و حبل من الناس، حبل من الناس ریسپان مردم، یعنی به دین مردمی که ذمه مسلمانان را تابع دین مسلمانان شان و جزیه بتن. ابن عباس میگه به عهد من الله و عهد من الناس، عهد و پیمانی که از الله است و از جانب انسان ها، یعنی جزیه بتن، اهل ذمه شون، با عهد و پیمان زندگی کنن، در غیر از حق زندگی ندارن. و باو به غضب من الله، گرفتار شدن، بازگشت کردن که مستوجب غضب شدید الله هستند. چرا؟ حق شناختن، قبول نکردن. و ضربت علیهم المسکنه، و زده شدگیست به اینا مسکنه، لازم شدگیست مسکنه، یعنی فاقه، عاجزی به اینا از هر جا گرفتگیست، فقر. اگر یا سرمایه دارم شاید بازم قلبا فقیر هستند، همین فقر در بین چشمایشان است، هر قدر صاحب مال شان هنوز هم پشت مال مردم میدن. این میال شما میبینین که چقدر یا سرمایه دارن، بازم ببینین کشور اسلامی سگ وارد دست اندازی میکن، او طرف میدون، او طرف میدون، چشمایشان گشنه سمت، در جیب مردم، در معدن مردم، در خانه مردم چشمشان است. در وقت بسیار خار بودن. ذالک بیانم، چرا اینمی ذلت و صغار است؟ آلیام که است برای چند وقت است، خب یا پس چی میشن؟ به سبب عزیز که انهم کانوا یکفرون بآیات الله، اینا بودن انکار میکردن آیات الله را، آیات الله، تورات انکار کردن، انجیل انکار کردن، قرآن انکار کردن. و یقتلون الانبیاء، انبیا را میکشتن به خاطر ظلم و طغیان. زکریا را کشتن، یحیی را کشتن. در روایت گفتیم که از که 43 نبی را در اول صبح کشتن، 170 نفر در دیگر خیست دعوتگرا کلش کشتن. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ایرام خواند کسایی که مردم به عدل دعوت میکنن به اسلام، اونها را میکشن، انبیا را کشتن. ذلك بما عصوا، اینمی ذلت و خواری و غضب و به سبب چی است؟ عصا و نافرمانی از اینا، تمردشان از حکم الله، عصیانشان. و کانوا یعتدون، این که همیشه در حقوق مردم تجاوز میکنن. همیال ببینید در فلسطین همیشه تجاوزات است، چیزی که دستشان میاد میکنن اینا. ولی الله میفرماید که در بین ازیا بعضی آدمای نیک هم است. در اون وقت هم بود، حالی هم اصلا دعوتشان بیتی مسلمان میشه، حالی هم در امریکا بسیار مسلمان میشه، در کانادا، در آلمان آدمای نیک است، روز به روز مسلمان میشه. این ما یک گزارش بگویم، خود از اینا یک گزارش دادن، همین رادیوی خود از اینا، در رادیوی خودشان گفت که همین رادیوی که از جهانی، رادیو امریکا BBC، گفت در یک ثانیه، کم هم میگن، خود دروغ زیاد میگن نه، گفت در یک ثانیه 2 تا کافر یهودی نصرانی مسلمان میشه، 2 تا در یک ثانیه. ولی یک مسلمان گفت کافر میشه. گفت ما تشویش داریم در یک ثانیه. اینال 1 ساعت 60 ثانیه است، 24 ساعت با ضرب بکو، 1 ساعت ضرب 60 بکو با زور ضرب 24 بکو، چقدر میشه؟
1 دقیقه 60 ثانیه با 1 ساعت 60 دقیقه بازی را ضرب 24 کو با 2 نفر حساب کو که چقدر مسلمان میشه. خود دروغ هم میگن که اگر 3 دروغ بگویا خب شاید که در 1 ثانیه من فکر میکنم 10 نفر مسلمان میشه. خود دروغ میگن. بازی را ضرب دین چقدر زیاد میشه. اینا مومن میشن. باز گفت که در 1 ثانیه یک مسلمان کافر میشه. ما به تشویش هستیم. روز به روز کافر مسلمان شده راه، مسلمان کم طرف ما میآید. خب یا تشویش دارن. به می خاطر دعوت ها را بند میکنن. یعنی دعوت نمیمانن اینا که ما یک تلویزیون داشته باشیم یک رادیو اینا. خب بساط جهانی نمیمانن. اگر بانن ما شما این قدر زیاد مسلمان بسازیم در کشورهای خودشان نمیمانن. خب مسلمان ها نمیمانن یک تلویزیون مستقل داشته باشن به زبان خودمانانه نشر کنن. نمیمانن. مصیبت ها را ایجاد میکنه، موانع را گاهی میترسانه، گاهی تروریست میگه، گاهی ده. یعنی هیچ گاهی میگه نظامی است، هیچ نظامی نیست، این ابان ملکی است، نمیمانه. با دروغ آزادی بیان میگن. حالا الله میفرماید که کل ازیا کافر در بینشان خوب هم است، کلش کافر زدی و انادی نیست، خوب هم است، کافر از در بینش ولی ایمان هم میارن دیگه.